پهلوان 24 ساله توجیک تیمور رئیموف در مسابقه با نفوذ بین المللی گشتین дзودو باکو گراند سلام 2021 در شهر باکو پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو سزاوار جای دوم و 3000 یورو جایزه شد. در این مسابقه تاجیکستان را 6 گشتینگیر نمایندگی میکردند، ولی از بین آنها تنها به تیمور رئیموف میسر شد که صاحب مدال شود. در مسابقات باکو پهلوان زاده تاجیکستان محمدبک محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال طلا و 5000 یورو جایزه شد، ولی این پسرعمک سامان محمدبکوف در ایرکوتسک زندگی و مشق میکند و به فرق از سامان محمدبکوف که عضو تیم ملی تاجیکستان است، محمدبک در مسابقه های بین المللی تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکند. تیمور رحیموف در باکو بر رقیبانش از برزیل و آلمان غلبه کرد، ولی در رقابت نهایی برای مدال طلایی از تاتسورو سایتو ستاره جوان گشتین дзودو از ژاپنیا که همگی 19 سال دارد شکست خورد. نرزولوی لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی می نویسد این مدال نقره اولین مدال تیمور رحیموف در مسابقات پرنفوذ سلسله جهانی گراند سلام به شمار می رود. همینطور تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جام جهانی گراند سلام گردید. ورزشگر دیگر تاجیک محمد رحیم سرخانوف 22 ساله در باکو در وزن تا 73 کیلو جای هفتم را صاحب شد، ولی 4 نماینده دیگر تاجیکستان حقنظر نظروف 81 کیلوگرم، خوشبخت ایدیف 81 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف 90 کیلوگرم و امیرجان نسیمجان 90 کیلوگرم الکی در دور مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند.